دوستان عزیز سلام علیکم. 15 اپریل 2026 دهه چورباغ ناحیه ورزاب گل کردن پیسته رو به شما نشون میدم. انا این گل پیسته است. من هر سال از این پیسته رو به شما نشون میدم که پیسته ایرانی است، به نهایت پیسته خوب است. هر سال میبندد. آنخه درخت کلان است. در یک جوی برآمدگی است که همون چنین باید ما ببینید. سنگ اون طرفش دیوار و بین سنگ و دیوار همینجا شناخته شده است و غرق گل است. این گل مدینه است. پیسته مدینه. دیدید؟ من نهادش ببینید چقدر دراز آمده است. روی زمین تو همینجا پر از غرق گل است. ببینید. خدا خواهد انا اینجا رو من به شما پیسته‌اش رو نشون میدم. خدا خواهد نصیب باشد. چقدر میبندد. هو انا بالاهایش قاطی. این پیسته بوده که یک 20 ساله کنده‌اش هم قوس است و ببینید. این در دهه چورباغ ناحیه ورزاب درخت پیسته. نه آب میخورد نه هیچی. نه آب میتید نه آذوقه میتید. چون که ما ببینید سنگ است. سنگ است و دیوار است. سنگ است و دیوار است. این یک سال دو سال اول نگاه کردن در کار که چسبد. بعد این خودش زور زده برآمد رفتن میگیرد. بالای سنگ دیوار، بالای پاکس دیوار بالاش و بینش همین پیسته شنونده شده است. آن هم دیران عزیز پیسته زور آباد کنید. از همون فایده کلان در پیسته است. مهنتی کم، فایده کلان. در پناه خدا باشید. معقول شدگی باشد. یکم تا لایک رو مونید.